چطور ارتباطی با زن شوهردار، یعنی زنی که متعهد، خانمی که شوهر داره، ممنوع هست؟ قبل از اینکه بریم سراغ سوال این جواب و راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم، خواستم بهتون بگم دوستان حتما از پیج حمایت کنید. پست بعدی که میخوام بذارم یه پست بسیار 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 ارزشمند هست، حتما گوش بدید و اصلا از دستش ندید. سابسکرایب کنید که پست جدیدی که میاد رو گم نکنید، از دست ندیشون، و اینکه حتما برای دور و بریاتون، برای دوستاتون بفرستید، چون متاسفانه مطالبی که من دارم میگم رو هیچ جا به ما آموزش ندادن و اتفاقا برعکسشو توی داستان‌ها و فیلم‌ها و قصه‌ها و سریال‌ها و کارتون‌ها و اینجور چیزا به ما القا کردن. خب حالا بریم سراغ این سوال که ارتباط با زن شوهردار یا خانم متأهل ممنوع هست یا نه. اولا که اصلا به هر شکلیش کلا این داستان ممنوعه، یعنی یه چیز اشتباه. ببینید اشتباه ما به هر شکلی که بهش نگاه کنیم اشتباهه. این هم از اون چیزاییه که هیچ میونبری رادرایی نداره، یه بن‌بست مطلقه، ممنوع، تموم شد. ولی حالا میخوایم بیایم این موضوع رو با هم دیگه بررسیش بکنیم و از دید روانشناسی یا اینکه دلایلش رو با هم دیگه ببینیم. اصلا جدا از مبحث مذهبی که نمیخوام راجبش صحبت کنم، میخوام با دلیل قانع کننده باهاتون صحبت کنم. یه چند تا مورد دیدم که بچه‌ها میان میگن یه خانومی هست شوهر داره اما میخواد جدا شه یا در حال طلاق. ببینید هیچ کدوم اینها این واقعیت که این خانم شوهر داره رو تغییر نمیده. اصلا این ترفند زنهای شوهر داره که میان میگن ما طلاق عاطفی گرفتیم یا میخوام جدا شم یا دارم جدا میشم و اینجور چیزا. و بچه اگه تو دام اینها بیفتین زندگیتون نابود میشه. این زنها بلدن چطور شما رو وابسته کنن، ازتون استفاده میکنن، از خامی شما، از جوونی شما، و وقتی نیازاشون برطرف شد عین توفاله پرتتون میکنن اونور. دلیلش هم واضحه. زنی که بعد از سالها زندگی مشترک حاضر خیانت کنه، این یعنی به جایی رسیده که از جنس مرد متنفر شده اصلا. هیچ تفسیری هم نداره. هر وقت طلاق نامش رو دیدین میتونید باش وارد فاز آشنایی بشید. در غیر این صورت حرف زدن معمولی هم با این زنها ممنوعه. حتی اگه در حال کارهای طلاقشه، حتی اگه داره جدا زندگی میکنه، شما نباید برید سمت همچین کسی. بچه‌ها هیچ چیز خوب و خیلی توی این کار نیست. نابود میشه زندگیتون. نکنید این کارو. به هیچ وجه این کارو نکنید. من نمیدونم چطور باید تاکید کنم دیگه. ببینید حتی یک نفر هم ندیدم که از ارتباط با خانم متأهل خیلی دیده باشه. به هیچ عنوان با خانم متأهل وارد هیچ ارتباطی در هیچ سطحی نشید. حتی اگه بهتون التماس کرد، حتی اگه شرایط خوبی رو براتون مهیا کرد، چون جوونیتون تباه میشه و من اینجام که اجازه ندم این اتفاق بیفته. حتما لایک کنید اگه این پست براتون مفید بود و با دوستاتون، با کسایی که احساس میکنید این پست به دردشون میخوره حتما اشتراک بذارید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.